and Avesta. درباره پیشگویی نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در دین زرتشتی بحث میکنیم. زرتشت بنیانگذار دین زرتشتی بود. همچنان دین زرتشت به نام پارسیزم نیز یاد می شود که در حدود 2500 سال قبل در سرزمین فارس تأسیس شد. همچنان به نام دین مجوسی یا دین آتش پرستی نیز یاد می شود. کتب مقدس زرتشتی عبارت از دساتیر و اوستا می باشند. اوستا همچنان به نام زند اوستا نیز یاد می شود و کتاب دساتیر به دو بخش خرده دساتیر و کلان دساتیر تقسیم شده است. همچنان اوستا به دو بخش خرده اوستا و کلان اوستا تقسیم شده است. همچنان به نام زند و پازند نیز یاد می شوند. اگر شما کتب مقدس پارسیزم را بخوانید، در بسیاری قسمت‌هایش با پیامبری حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پیشگویی شده است. در کتاب اوستا فروردین 8 فصل 28 آیه 129 ذکر شده است که نام او فتح و پیروزی خواهد بود. نام او استوات ریتا خواهد بود. مردم او را سوشیان صدا خواهند زد. ما می دانیم که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در زمان فتح مکه به نام فاتح یاد می شدند. نظر به فرموده دایره المعارف هاستینگ، سوشیانت به معنای کسی که ستوده شده یعنی فرد قابل ستایش آمده است که معنای عربی آن محمد است. بنابراین نام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در کتب مقدس زرتشتیسم ذکر شده. همچنان می فرماید که او استوات اریتا خواهد بود. استوات اریتا با معنای کسی که تمجید شده و ستایش شده باشد که ترجمه عربی آن نام دوم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم یعنی احمد است. احمد به معنای شخص ستایش شده است. بناهن این پیشگویی هایی بود که در اوستا آمده است. در کتاب زامیات 8 فصل 16 آیه 95 ذکر شده است و در آنجا دوستان او ظهور خواهند کرد. دوستان استوات اریتا که بر علیه شیطان مبارزه خواهند کرد. آنان نیک اندیش، خوش زبان، نیکوکار، پیرو شریعت نیکو هستند و زبانشان هرگز سخن دروغ نخواهند گفت. این پیشگویی درباره صحابه کرام بیان میکند. و نام استوات اریتا که به معنای احمد می باشد که نام دوم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است و درباره صحابه کرام یعنی همراهان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم صحبت می کند که آنان نیکو اندیش، نیکو سخن و نیکو کار بودند و زبان آنان هرگز به سخن دروغ باز نخواهند شد، یعنی آنان هیچ دروغی نخواهند گفت. و ما از تاریخ می دانیم که تمامی اصحاب کرام ماشاءالله همه‌شان راستگویان بودند. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم همچنان در کتاب دساتیر که یکی از کتب مقدس دیگر زرتشتیسم می باشد نیز پیشگویی شده است. دساتیر از کلمه دست و تیر گرفته شده به معنای کتابی است که دارای 10 قسمت باشد. همچنان دساتیر جمع دستور می باشد که عبارت از قوانین مذهبی است. بناهن دساتیر کتاب قواعد مذهبی است که حاوی 10 بخش می باشد. در کتاب دساتیر ذکر شده است که می فرماید هنگامی که زرتشتیان از تعلیمات پیامبرشان دوری جستند و کناره‌گیری کردند، از هم متفرق خواهند شد. آنگاه شخصی به همراه اصحاب خود ظهور خواهد کرد و سرزمین فارس را مطیع خود خواهد نمود. او غرور فارس را خواهد شکست و پیروان او آتش پرست نخواهد بود، اما رویشان را به طرف کعبه خانه خدای ابراهیم خواهند نمود که عاری از هر نوع بت خواهد بود و این مردم رحمتی برای تمام بشریت خواهند بود. آنها در سرزمین مقدس زرتشتی اربابی و حکمرانی خواهند کرد که عبارت از فارس می باشد و آن شخص سخنور شیوا و بخشنده و سخاوتمند خواهد بود. پس این پیشگویی به هیچ کسی مطابقت نمی کند جز از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. همچنان در کتاب بندهشن فصل 30 آیه 6 الی 27 ذکر شده است که سوشیانت آخرین پیامبر خواهد بود. سوشیانت طوری که قبلا اشاره کردم نظر به نوشته دایره المعارف هاستینگ به معنای کسی که ستوده شده یعنی فرد قابل ستایش آمده است که صفت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است. لذا این پیشگویی بیان می کند که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آخرین پیامبر فرستاده شده خدا خواهند بود. اینها معرفی مختصری از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در کتب مقدس زرتشتی می باشد. دوستان گرامی، سپاس از اینکه ویدیو را تا آخر تمام